شما تصور بکنید وقتی انسان در عبادت الله ایستاد است کأنک تراه، گویایی که الله را میبینه و باز همین کلمات را میخوانه که الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. او قلبی که این مفاهیم را میگه در مقابل الله خود در دنیا ایستاده هست، هنوزم از الله غافل میشه، هنوزم در قلبش ترس الله جا نمیگیره، هنوزم در قلبش خشوع پیدا نمیشه. این قلب مرده هست و مستحق عذاب. و قلبی که با این کلمات و مفاهیم بسیار وسیع و بزرگ بیدار نمیشه، به خود نمیآیه، قلب مرده است. و متاسفانه حالت خیلی از ما شما همین حالت داریم، در عبادت ما خشوع نیست و خیلی سخت است. پس نیاز داریم به این که عبادت ما در مقابل الله عظیم و ذوالجلال به گونه باشه که الله انسان از عبادت خود خجالت نکشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه بسا انسان های هست الله را عبادت میکنن، پیش خودشانی عبادت هایشان خیلی بزرگ عظیم هست، در روز قیامت اینمی عبادت هایشان مثل تکه های پارچه و گندیده در رویشان زده میشه. این بیگه الله را کار نبود. چرا؟ چون با زبان خود میگفت الحمدلله رب العالمین، ذهنش و قلبش اینه نمیگفت. ذهنش و قلبش از الرحمن الرحیم، از مالک یوم الدین غافل بود. با این عبادت در روز قیامت در رویت زده میشه. تو توقع داری پیش خودت که ما عبادت الله را کردیم، نماز خواندیم، نمیفهم چی کردیم، چنان کردیم. در روز قیامت میگه پروردگار تو امو عبادت که کردی چی رقم عبادت بود؟ میگفتی الحمدلله رب العالمین، خیلی ها را رب میدونستی غیر از الله. میگفتی مالک یوم الدین، کسانی غیر از الله را سر خودت مهربان میدونستی از الله کردن. میگفتی مالک یوم الدین، مفهوم مالک یوم الدین در ذهنت نبود. میگفتی ایاک نعبد و ایاک نستعین، دروغ میگفتی. تعهد میدی که تنها از تو عبادت میکنم، باز میری غیر الله را عبادت میکنی. میگی تنها از تو مدد میخوایم، باز میری از غیر الله مدد میخوای، از دشمن الله مدد میخوای. میگه اهدنا الصراط المستقیم، در مسیر مغضوب علیهم روان است. میگه اهدنا الصراط المستقیم، در مسیر ضالین روانی. این عبادتت باید نجاتت بده. پس این دعای بسیار جامع است. این سوره بسیار عظیم و بزرگ است و به همین خاطر در هر رکعت نماز باید تکرار شود. چرا؟ به خاطری که مفاهیم در قلب جا بگیره و انسان نیاز داره. فذکر. انسان همیشه باید خود تذکر بده. چرا بسیاری وقتا آدمای تنبل فکر میکنن چرا ما دیگه 5 وقت نماز بخونیم؟ چرا؟ چون انسان نیاز داره به همین. چرا نیاز داره؟ به خاطری که اسباب انحراف خیلی زیاد است. اسباب انحراف بی نهایت فراوان است. هر لحظه از لحظات انسان در مسیر گمراهی قرار میگیره. هر لحظه، خصوصا زمانه‌های مثل زمانه‌های ما که اوج فتنه ها هست. انسان در هر مرحله، در هر لحظه، در هر دقیقه در معرض چی قرار داره؟ انحراف، در معرض گمراهی، در معرض هلاکت قرار داره. به همین خاطر ضرورت به این داره که حداقل در 24 ساعت 5 بار در مقابل پروردگار خود همین مفاهیم را برای خود چی بکنه؟ تذکر بده، یادآوری بکنه که ازش غافل نشه. بعد از اون انسان باید چی بکنه؟ اخیرش آمین میگه که پروردگار تو این دعای مرا چی بکنه؟ قبول بکنه. پس زمان الله تبارک و تعالی عبادت انسان را قبول میکنه که شرط خشوع او باشه و زمان هدایت انسان را از گمراهی و از فحشا و از منکر باز میداره که خشوع در او باشه. زمان عبادت انسان را معنویت میده، ایمانش تازه میکنه که اینمی خشوع در او باشه. عبادت بدون خشوع و عبادت خشک هیچ تأثیر در زندگی انسان نمیکنه. هیچ وقت مفاهیم ایمانی در قلب زنده نمیکنه. هیچ وقت یاد الله و عظمت الله را در قلب زنده نمیکنه. و خشوع چیزی نیست که زود به دست بیاید. اول قلب انسانی باید بستر بر جلب خشوع را داشته باشه. قلب غافل بیدار نمیشه. قرآن کریم میگه قلب‌های هستن از سنگ سخت‌تره و حرکت انسان از اینجا شروع میشه که قلبش سخت شوه و تأثیر نکنه
بیدار نشه، به خود نیایه، غافل باقی بمانه. قلب غافل خشوع نمیتونه. قلب مرده در مقابل الله خشوع نمیتونه. قلب جاهل در مقابل الله خشوع نمیتونه. پس ما نیاز به علم داریم، نیاز به انگیزه خیر بر شناخت دین الله داریم. و با اینمی حالت و با اینمی روحیه اگر نماز بخونیم، بله نماز ما تأثیر میکنه. نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم امینه و نماز در سخت ترین و بحرانی ترین حالات پیامبر به نماز پناه میاره. چرا؟ پیامبر اوج آرامش خود را در نماز مییابه. ما در نماز آرامش داریم یا از نماز گریزانیم؟ یک حس عجیب داریم. وقت نماز به جای از این احساس خوشی، احساس سنگینی به ما دست میده. حال باز وقت نماز در نماز صاد میشیم، به جای از این که امین مفاهیم در مقابل الله زنده باشه، چیزهای دیگه در ذهن ما که خودت میگیم که باشی خلاص شوه. این حالت فرار از نمازه. تیز میخوانیم خلاص آرام داره بلند میرم مالک میدین سبحان الله سبحان الله میری خلاص خوشحال میشیم دیگه. خود دیگه این دیگه نماز چی تأثیر میکنه؟ چون نماز میخوانیم احساس زیادت ایمان را نداریم. چرا از نماز خود لذت نمیبریم؟ سخن شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله گپ بسیار عجیب است. میگه اگر انسان لذت مفاهیم معنوی را بفهمه، هرگز او را با لذت های زودگذر و دروغین دنیا عوض نمیکنه. عبادت الله بزرگترین لذت معنوی داره. لذت های معنوی با لذت های مادی مقایسه نمیشن. چی؟ انسان لذت مادی بسیار مقطعی و زودگذر است. اما چیزی که انسان بسیار لذیذ فکرش بکنه خیلی زود که انسان خسته میسازه. لذت های معنوی رقم نیست. هر درجه از درجات لذت های معنوی حس متفاوت‌تر بر انسان میده. قلب انسان رو دگرگونتر میسازه. مفهوم زندگی را بر انسان دگرگون میسازه. به همین خاطر او انسان هایی که همین مفهوم را دارن در سخت ترین شرایط اوج راحتی را میکنن.